سلام دوست عزیز، خواهشمندم لبوبو نخرید. آخه 4,000,000 تومن پول بی سر و زبون رو بدید برای لبوبو. خب این که هیچ فایده ای نداره، به جاش برید دیگه عروس هلندی زیبا بگیرید. وقتی که دستی شد این اسمش فندقه، یه عروس هلندی وحشی که همون 4,000,000 گرفتیم. کاملا دستیه، گوگل خودمونه. همین اما باید چیزی که باید بهش دقت کنید اینه که گوگلی خلاصه که حالا به نظر شما لبوبو بهتره یا یه عروس هلندی؟ این ویدیو رو شما میتونید بفرستید برای اون کسی که لبوبو خریده و شما معتقدید که یه حیوان خونگی زیبا، خوشگل و قشنگ و خوب خیلی بهتر از یه عروسک زشته.